نه جو عباس یا کجیل بیا به کیسه از اینا پول به گردن من باشه یک ریپی حرام باشه با من که باشه به کسی من پول نه من پول دارم من خوب اخی من پیدا کنم کجا رفتم بیا آره باشه دیگه هم درد خور بخوریم رفتم به دروازه ملک بلمه میکلک خور به پینک چون نوازشته ببردم بلمه رفتم به دم شیعی بگفتم بیا به پی رختای من کرباس بوده رفتم به دم پا اثار به پیش کاکان سال بر اینجا من 4000 اشته ببردم بلمه طلا بوده از پول خرما بوده işte gilleri cumadan da خیلی شدی بیداری بسه کنانه چی مایم؟ نه پول مایم میگم چون دعا خلاص شده دعا خلاص میستونی دقیق پول دارم من گو عباس چی رفتم به دروازه خوش بر اینجا بویی 5000 اشته ببردم بلمه رفتم به پول دروازه بلمه میکلک لک خورد پینک عبدالملک اشته ببردم بلمه رفتم به پول دروازه بلمه میکلک لک خورد پین عبدالملک اشته ببردم بس که مدام نریزم این 5 سری یا نخسه بده وقت خوب 5 سری میدم برارم اما بستندم وقتی دیگه بده نخسه مدام خلاص شده دوای ناربستم وقتی دیدی چو کجا برو؟ خب برو نخسه دو بزن بگه کجا برو به عروسی میرم نانا جو میرم انا مال میرم کنیم نه نمیرم داری نانا پوشیده گردنم بند باشه کسی خوب هم نانه محل ایتا مثلا باد تیر شازو بر نانه مثل کل خور بسته نکنه نه پیر شدم وقت چی میگم تخ به سپان نمیستونه من نانه خوب باد کنیم زودی بیا این دلا خوبه بده پولار خرج نکنی چی خرج میکنم؟ پیاده آمردم ای گناه تو بدیره دیل دیونه نرسه کنی من چایار برد بابانه واضح خوش بلمه بودن با پشت رختامه کرد بودو دقیقه بابا میرم نه دیگه شما اول میگم مریضی سختی خیلی بادم پیلان شما تیر میشه بسته میکنی سلکلی خود پیدا که این لگ برار من تا برای یک کاری برای عمر مارتون میکنه کسی که پیاله ماست بخوره به تا سر می آره میگه سر نمیشکست چی بابا؟ چی بگم من مردم نمیفهمم لالا بله چیزه همین میبردم ما ببردم اینجا که مثلا این مدام مریضم همه مرتکک گفتگی رزد داره همین سکن اینشتر رزد داره رز داره ها ما نمیفهم این نقصه دکتره ببرا اون نقصه دکتر خب ببردم به دواخانه ما میگه پلامر دعا بدیم میگه رزد داره برو جواد که این نقصه دکتر من دکتر نیام که بفهمی انگلیسی نوشته بفهمیدی دیوم یعنی که گفته رز داره رز نیه رمز چی؟ رمز یعنی منظور از او بوده که بزی خط من نمیفهم لازم هر جا که پیش هر دکتر برفتی به مو دواخونه برو دعا خور بگیرم شما قوم خیشی نداری که زنگ زنیم یا من رای کنی که برم اینجا کجا بره؟ ما برم اینجا این بفهمه برای جبم هر جا که تو نری مثل همی دواخونه هایی که تو برفتی گفتگی رمز داره مثل همونه بعض از همی دکتر صاحبان خدا خیر ده همی تو طریقی نوشته میکنه که غیر از دواخونه خودی و دیگه هیچ جا نمیفهم پس آدم مجبور میشه که بره به می دواخونه خودی هم دعا روز کنه الان شما برین سکنیم شما کدی دعا پیش کدی دکتر رفته بودیم کجا آدرس دکتر کجا بوده کی؟ دکتر که شما برفتیم
دکتر همین دکتر که این نسخه از کینه؟ این نمزن نوشته اینجا. نمزن؟ خب نسخه از هر که هسته. این همون دکتر که شما نشون دادیم همون دواخونه داره. همون دکتر بعد دوار از همون دواخونه همون دکتر بگیریم. در غیر از این صورت همین ایرات هم که چرخ دی نمیفهم کسی بزیدم. بفهمیدی برمون خاطر اینا میته اشتباه نوشته میکنن که غیر از خود دواخونه و دیگه هیچ کس نمیفهمه. دیگه اگه گپ سخن ما به خدمتو. رفوت. بچه خاله؟ بله. دایمایی میه؟ ها؟ دایمایی. دایمایی؟ آه. ندارم نه. کرا مستقیم خود ندارم، پنسیدی درستیه. ندارم نه بخدا. گل میده ندارم برو تو بابا. ماشتنی یعنی بخیر سلامتی شکر زنده باشی امیت آمدیم گیلک و جلو خونه دیدیم گیلک نه ندیدیم چرا چه کار شده کاری کچم نبود نه ای برام که صبح با دست نقصه داده بود که برو دوا 25 سر پول هم که سیو کرده بود خوب مدام مریض به خونه پرته بود خوب یعنی چاش شد نه دم یا چاش به زبر شد دم نمازدگار شد که کجی گفتم وقتی برو کاری با کوشکده قبرستون دم تازه کوچه په تازه آخر رو یک جای پیدا کرده کاغذها به دستی و چرخه به دستی و ما چون کی رو گپ داده بود کریم سر پول از وسنده بود چرخه و کاغذها به دست داده بیدک یا یک سو کاغذات باو میکرد ماجور شما هم در خود شما فکر نمیکنید که آدم سادهه باز شما آدم‌ها هوشیاره شما چرا پول و نقصر به دست از او آدم بدین با کاغذات چرخه بیار دانا گم ما گفتم برو حداقل سنین سال دو بسون کم نه خرج نکنه تو گل از کجا پیدا میکنی بس این کوچه کنه نبود ما فایده نداره خب چیکار خیر از چیکار کنیم ماما خب چیکار کنم خودی از خود تو میرفتی همون نقصه موندن اینا رو میستوندی دیگه چرا ما نبودم کجی به دست پول داده بود رای کرده بود حالا غم پولانیه که نقصر گم کرده دیگه نقصر کو گم کرده مگر دیواره نقصر دواخونه مادر خو مگر دیواره به دکتر بگیره دیگه خیر باش ماما خدا اگه یک در میدیدی هم بگو عباس گفت بیا بسرا که با تو کار دارم اگه بدیدم خوبه باشه اونم این تصویر دیلی کن باشه خوبه برفتم من هر جا برفتم دعا نداشتم مرتضی گفت از این نسخه شما رسم داره از سر صبح دیدم اینجا 11 که تو بکردیم برای نقصه که بری بشینی مادر به خونه مریض بدمه تو بیا بدی با کار بغداد بدی یاری ساعت 4 بیدیه برفتم من کو نقصه کی؟ نقصه نقصه؟ آه همون کاغذ من جگاه به تعم دواخونه مرتضی پرتر دادم پولا به کسی منه تو چری نقصه پتر کردی تو بشی تو چه نقصه پتر کنی خب مرتضی گو رسم داره رمز مرد داره تو با اینا رفت پیش خود سنترشی میکنی تو از سر سو بیا بدی به کابوزاد بدی مادر بریز پتره خب نبود دعا تو که عقل کمال یاد میگیری نافهم شطور تو که بگو به تو بگو نقصه چی کردی؟ نسخه پرتر کردم به کجا پتر کردی؟ به تعم دیکن مرتضی دعا وقت برو بیار وقتی برو بیار نقصه بده جلال شو وقتی کابوزاد را بجردی چرخه را بجردی اینا رو مرتضی برفشید گوه ارزون میده به 35 ریپه پولا دوار خرج کردی اپن 35 ریپه خوانال دوار از چی بستونیم مرتضی گو ارزونه گو 500 قیمت اینه خدا که واسه همین 5 قیمت رو بگیر بس نکن این چیه؟ کو دعا دعا این دعایی هم نقصه این چرخه کاغذ بود از کیه؟ کو گیلک کجایه؟ گیلک بران تو پروفیسور کار به کجا نمیگه دعا نبوده کدو دعا؟ به تو دعا آورده
پنسدی برفته سده پینجاری پیقرار کده بده دواره چرخه و همه که بغداد تو نقصه را به تحت دواخونی مرتکه بچه کنی دواخونه پتر کده اپولا دوا بوده؟ اپولا دوا سده پینجاری پیقرار دوا نمورده؟ نمورده کنه بنا نقصه را هم گم کنه چنه؟ به چی میفهم؟ آره بکشه گیلای بکشه بله که دکتر برو نقصه بیار نمونی والا تو بگیر اگه کجا میگی؟ این گیر کنو اگه پست از این نکردم به کجا میگی ره کنه برای نقصه تو برو کدوم وقت کاری تو سرتاپ و درست انجام ده بگو بستگم این چی؟ همون روزی که تو آدم میشی همون روز نمو برک مبفهم کدو روزه مچو های بینه به تاثر خود خوزی و تاثر تو بزنو پس آخر دستی که میشه مدام مریض به تا خونه پرته برای تو مرتگه گوشگی نمیتونم بخونم ماما چی از کجایه رأس باره رأس چه خرج کنی؟ مرتگه گوشگی به 5 سال به یکی سال میفیجم تو خوش بگیری بدم مدام اینجا به خونه مریض پرته تو برفت نخو غصبان خریدی بخو با خدای کلیت رو میکنم بفهمیدی تو همه خاطر مدام نمیدونی تو رمز رو میتونی دواخانی دیگه میرفتی به دیگه میرفتی به دیگه میرفتی خب چرا ناجور شده مادر من و دست ماله که چه ناجور شده بریم به خونه تو نمیرم با خونه برو به خونه گیله که با خدا نیه همین تو پوش بیده به تو بزنه که تو هم یک هفته به خونه بفته کی دواخونه که هم بتا میشه که تو بیتی پولا خرج کردی آخر دست ما چه کار کنیم دیگه تو وصیت نشدی بلد نشدی با گپ خوب تو زده نشدی پس به چی میمیشی تو من گفتم مادر خود ناجور شو چوب کن دیگه مادر با تو گفته چوب کن دیگه چوب کن میدی جگر ما خونه تو پلان خرج کردی پولا دوا بستن کجی خود کابت خواهد بستن